دستها یکی از واسطه‌های اساسی پهنشوی ویروس از یک نفر به نفر دیگر به حساب می روند. برای حفظ سلامتی خود و دیگران از کرونا ویروس مهم بودن شستن دستها با صابون یا استفاده از آنتیسپتیک را اکنون حتی خردسالان می دانند. اما نه همه می دانند که چرا محض صابون و محلولی آنتیسپتیکی. کرونا ویروس نوع کووید 19 و اکثر ویروس و باکتریاهای دیگر دارای پرده روغنینند. آن پرده را کیمیاگران لیپید میگویند که برای ویروس ها همچون دیوار حمایوی و واسطه پهنشوی خدمت میکنند. ما همه میدانیم که روغن را با آب شسته نمی شود، زیرا آب و روغن در همدیگر حل نمی شوند. برای شستن اشیاهای روغنی ما صابون یا به همین مانند مایع ها را استفاده میکنیم که در نتیجه صابون مولکول های آب و روغن را تغییر داده آنها را به هم می آمیزد. همین طور صابون دیوار روغنین ویروس را شکسته آن را نابود می کند. برای چرب را پراکنده کردن صابون فرصت لازم است. انا برای چی توصیه می دهند که نه کم از 20 ثانیه دست صابون شده را مالیده سپس بشویید. اسپریت ترکیب آنتیسپتیک نیز عیناً همین کار را به انجام می رساند. برای حل کردن پرده روغنین ویروس ها تنها همان آنتیسپتیک ها با ثمرند که نه کم از 60% اسپریت داشته باشند. در کدام حالت ها دست ها را با صابون شستن ضرور است؟ پس از افشانیدن بینی، سلفه، عطسه‌زنی. بعد بازگشت از جایهای سیر آدم، نقلیات جمعیتی، بازارها. پس از دست رسانیدن به چیزهایی که پیش از شما آدمان زیاد آن را دست رسانیدند، مثلا پول، دستکی درها. پیش و پس از نگاه و بین شخصی بیمار. پیش و پس از خوراکخوری. بعد برآمدن از حاجتخانه، پس از بازی و نگاه و بین حیوانهای خانگی، پس از عوض کردن پامپرس و ایزارچه های کودکان. دستها را در آب روان شسته از صابون مایع استفاده کنید. نه کم از 20 ثانیه با صابون کفها، روی دستها، بین انگشتان را مالیده، بعداً دستها را با آب روان تازه کنید. سچاق‌های یک کرته و رویمالچه‌های کاغذی استفاده برید. در جای‌هایی که با صابون شستن دست‌ها امکان ندارد، از آنتیسپتیک ها استفاده کنید. خود و نزدیکانتان را احتیاط نمایید.